بین الملل دفتر مقام معظم رهبری حضرت به یک صدا فریاد میزنیم یا حسین یا حسین یا حسین 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 شعار ما، شهادت افتخار ما. چو عبدالله هم میکنم افتخار که به اون شد جز راه صداقت رو در پیش نگرفت. سلام علیه یوم ولد و یوم یموت و یوم مات و یوم یبعث حیا. بیان بفرمایند و سخنرانی ایشون رو همه ما خون پاک امیر دیپلماسی و بسیجی عزیز امیر عبداللهیان انقلابی ماندن وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران را تضمین کرد. خود را از خدا می‌دانند و رفتن از اینجا را به سوی میره بعد پا و دست و جواره. ای صفای قتل کبوترهایت آمدم سوی. منتها همون شعاری که از دل شما در اومد رو میگیم باشه. عزاست امروز من و شما به امام حسین باشن. به نام نامی ام الائمه النقبا النجبا یا زهرا. تهران که دیدید چه کردند. درود خدا بر همه مردم شریف بیرجند. در جای دوری در راههای ابری درد کشورش را آورد. ببر تا این بدنها رو دارن تشریح میکنن یک صدا و یک یا حسین یا حسین. هر کی آرزوشه بگه قسم یارب به خونه این الله اکبر. این بار از پا بوسی سلطان آمدی خادم کو نورانی بشه و آبروی امام رضا شالله حج آمده حج فقیران آمدی. خب در آستانه اذان مغرب هستیم. من دعوت میکنم از